2 هفته پیش این شهید آمد پیش من، شهید کاظمی، گفتش که 2 تا درخواست دارم از شما. یکی این که دعا کنید من روسفید بشم، دوم این که دعا کنید من شهید بشم. گفتم که شماها واقعا هم حیف بمیرین، شماها که این روزگارهای مهم رو گذروندید، شماها نباید بمیرید، شما همتون باید شهید بشید. ولی کن حالا زوده. گفتم هنوز کشور به شماها خیلی احتیاج داره، نظام به شما احتیاج داره. بعد گفتم که اون روزی که خبر شهید صیاد رو به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت بود، حقش بود، حیف بود صیاد بمیره. وقتی اینو گفتم چشماش پر اشک شد، گفت انشالله خبر منم بهتون بده. فاصله بین مرگ و زندگی فاصله بسیار کوتاهی است، یک لحظه است. ما سرگرم زندگی هستیم و غافلیم از این حرکتی که همه دارن میکنن به سمت لقاء الله. همه هم خدا رو ملاقات میکنن، هر کسی یک جور. بعضیا واقعا روسفید خدا رو ملاقات میکنن. احمد کاظمی حتما از این قبیل بود، این برادران از این قبیل بودن، اینا زحمت کشیده بودن. باید سعیمون این باشه که روسفید خدا رو ملاقات کنیم. از حالا تا یک لحظه دیگه هیچ نمیدونیم که ما از این مرز عبور خواهیم کرد یا نه. احتمال داره که همین 1 ساعت دیگه، 1 روز دیگه نوبت ما برسه که از این مرز عبور کنیم. از خدا بخواهیم که مرگ ما مرگی باشه که خود اون مرگ هم مایه روسفیدی ما باشه انشاءالله.